سلام، صبح بخیر خدمت دوستان عزیزم و امیدوارم روز جمعتون خوبی باشه، خبردار از انرژی. دارم ساعت 7:30 صبح راهی نمایشگاه قطعات یدکی هستم. این فرصت رو غنیمت بشمارید کسایی که تو حوزه قطعات یدکی، در حوزه خدمات خودرویی، در حوزه خدمات پس از فروش، تامین کنندگان، سازندگان و تعمیرکاران، این که این فرصت برای شما تو یک محیط حالا یه مقدار تمیزتر با ارائه مشاوره‌های مختلف در حوزه نمایشگاه که فرصت خیلی بسیار مناسبی است برای آشنایی، برای شناخت بیشتر، برای داشتن یک تحقیقات بازار قوی، یک فرصت استثنایی نمایشگاه. چه کسانی که میخوان در نمایشگاه حضور پیدا کنن، چه کسانی که میخوان از این فرصت رو بهره برداری کنن با تکنولوژی‌های جدید، با قطعات جدید، با فرآیندهای جدید، با جذب شبکه، با اینکه چطوری میتونن در واقع نمایندگی‌ها بگیرن. همه شرکت‌ها حضور دارن، شرکت‌های بازرگانی، شرکت ایساکوام در این نمایشگاه حضور داره. در بحث اعطای نمایندگی‌ها، معرفی پروژه‌هاش خودمن، در بحث پروژه بازاریابی شبکه هوشمند در حوزه ایساکو در خدمتتون هستم. دوستان، وقتی که شما وارد حوزه قطعات و خدمات خودرویی میشید، یک بازار بسیار پیچیده است با محصولاتی با تنوع و اشل بسیار متنوع که شما وقتی وارد بازار قطعات یدکی، به عنوان مثال وارد بازار چراغ برق باشی، بخوای بشناسی این بازار رو، قطع به یقین اگر اولین بارتون باشه یک خوف و یک ابهام و یک در واقع تصویری مشاهده خواهید کرد که براتون مطمئناً بسیار بسیار سخت و پرچالش خواهد. مطمئنم کسایی که اولین بار وارد بازار قطعات یدکی شدن و بازار چراغ برق تهران و یا هر بازار به قول معروف فروش قطعات یدکی رو در شهرهای خودشون تجربه کردن، بسیار بسیار در ابتدا با چالش مواجه خواهند شد. اما نمایشگاه این فرصت رو برای شما فراهم میکنه که با یک آرامشی بیشتر، با یک حس حال بهتر این بازار رو از نزدیک تجربه بکنی و یه جورایی خودت رو آماده بکنی برای کار و بیزینس و کسب و کار تو این حوزه. ما در خدمت شما هستیم در این غرفه. دوستان عزیزم، کسایی که در این حوزه فعال هستن میتونن با کارهای ما و برنامه‌های ما در شرکت ایساکو بیشتر آشنا بشن. خودم من شخصا توضیحات سعی میکنم شما رو در این غرفه با رویکردهای جدید بازاریابی آشنا بکنیم و امیدوارم که نتیجه بده براتون.